ها تعریف کنیم بچه‌ها. فلبده ها. آره داستان فلبداهه. من شروع میکنم، شما از ادامه من بگید دیگه. اوکی؟ داستانو از بالا به پایین. آره از من دیگه به ترتیب خودتون بگید دیگه. بنده خدا شاهی. خب اینجا من بگم، اینجا من روند بگم. داستان رو شما خودتون میتونید تغییر بدید دیگه، ولی اوکی، سعی بریم. کنید توی بیسیک باشه. حل. اوکی 3 2 1. یه روزی که خیلی دلم گرفته بود تصمیم گرفتم که برم توی خیابون و قدم بزنم. همین که شروع به قدم زدن کردم، یه اتوبوسی رو دیدم که داشت رد میشد. به راننده اتوبوس سلام کردم. رابرت من گفتم من داره نمیام. گریه میکنه. نگفتی. کی گفتی؟ من گفتم من نمیام به آها